سلام و درود به همه. سامسونگ لانچ گلکسی ایج را که قرار بود در ماه آوریل لانچ بشه به تعلیق انداخته و ممکنه در 13 ماه می لانچ بشه. علتش هم مدیر فروش سامسونگ که به اصطلاح درگذشته به خاطر اون بوده. سامسونگ به دنبال یک پتنت هست که گلکسی رینگ پشت گوشی قرار بگیره و از جمله قرار گلکسی رینگ های بعدی سامسونگ با باتری بهتر وارد بازار بشه. و بازم سامسونگ اخیراً اختراعی را در وبسایت سازمان جهانی مالکیت معنوی ثبت کرده که در آن طرح‌های از یک گوشی 4 بار تا می‌شود را به نمایش می‌گذارد. تصاویر 4 پنل که صفحه نمایش را نشان می‌دهد با چندین لولا به هم متصل شده و با اینها اجازه می‌دهد به سمت داخل بسته شه. پنل‌ها با یک صفحه نمایش شیشه‌ای پوشیده می‌شود تا ظاهر بدون چروک به دستگاه بده. کوالکام پلتفرم موبایل جدید خود را با نام اسنپ دراگون 8S نسل 4 معرفی کرد که عملکرد ویژگی‌های برتری را برای گوشی‌های پرچمدار میان رده به ارمغان می‌آورد. تراش جدید دارای CPU کریو، مموری جدید پردازشگر گرافیکی کوالکام ادرینو است که عملکرد بهبود یافته و حداکثر سرعت 3.2 گیگاهرتز را ارائه می‌دهد. تراش جدید با 31% بهبود عملکرد CPU و 39% بازه انرژی بهتر در مقایسه با اسنپ دراگون 8S جوان 3 همراه داشته.